ایشون در یک حجره‌ای در مدرسه تنها زندگی میکرد در دورانی که حجره نشین بود و در مدرسه مشغول درس بود. یکی از طلاب مدرسه علاقمند شد که با جناب شیخ هم حجره بشه. من این رو مکرر میدیدم، انسان‌هایی که در حوزه در مدرسه اینها شاخص بودن، همه طلبه ها دوست داشتن با اینها هم حجره بشن، هم اتاق بشن، از فضائل اونها، از اخلاق خوب اونها بهره ببرن و از آرامش اونها به آرامش برسند. مرحوم مقدس هم یه همچین روحیه‌ای رو داشت. این طلبه اصرار کرد که جناب شیخ من میخوام با شما هم حجره بشم، ولی هرچه بیشتر اصرار میکرد مرحوم علامه کمتر حاضر بود که این خواهش رو بپذیره، تا اینکه فشار زیاد این خواهش و درخواست از سوی این طلبه موجب شد که مرحوم علامه با یک شرط خواهش این طلبه رو بپذیره و اون شرط این بود که هر چیزی در احوال من دیدی، در اوضاع من دیدی، اوضاع احوال من رو هر جوری دیدی از نزدیک که در حجره مستور از چشمان دیگرانه، تو هم اونها رو نادیده بگیر و برای کسی نقل نکن. این شرط رو پذیرفت. این طلبه با مرحوم علامه مقدس، مرحوم مقدس اردبیلی هم حجره شد. مدتها هم حجره بودن تا اینکه هر دوی اونها مبتلا به تنگی معاش شدند، اما کسی از حال اونها خبر نداشت، تا اینکه یک وقتی مردی توانگر از کنار این آقای شیخ همحجره‌ای جناب مقدس اردبیلی در بازار گذر کرد و آثار ضعف و زردی صورت رو در چهره او دید و رو کرد به او، گفت که جوان طلبه این چه وضعیه، چه حالیه بر تو غالب شده، چرا اینقدر ضعیفی، چرا بدنت از ضعف و گرسنگی زرد شده، صورتت زرد شده، چرا دستات میلرزه، چرا بدنت اینقدر سرده. این طلبه چون قرار گذاشته بود، مقرر کرده بود مرحوم مقدس که نباید چیزی بگی، نباید با کسی مطرح کنی اوضاع داخل حجره رو، این طلبه هم چیزی نگفت. اما این فرد عابر، این مرد توانگر اصرار بیش از حد کرد، اصرار تا اینکه بالاخره این طلبه زبان گشود، لب گشود و گفت که من و هم حجره‌ایم در فقر مفرط هستیم. خب هم حجره تو کیه؟ گفت هم حجره من جناب مقدس اردبیلی است. اینجا بود که فوراً این مرد توانگر غذای خیلی خوب و به اصطلاح چرب و شیرینی آماده کرد و تهیه کرد از بازار و یه مبلغ پولی هم در کیسه گذاشت و داد به این طلبه و گفت که فوراً برو هم خودت غذا بخور و هم به هم حجره‌ای که جناب مقدس اردبیلی هست غذا برسون. وقتی که اومد و سفره رو پهن کرد، مرحوم مقدس وارد حجره شدن و دیدن سفره‌ای پهنه و پولی آماده است و فرمودن این چه اتفاقی است که افتاده؟ داستان رو تعریف کرد. مرحوم مقدس فرمودن هذا فراق بینی و بینک، باشه ما این غذا رو میخوریم، نعمت خدا رو کفران نمیکنیم، اما دیگه فراق بین من و تو فرا رسیده. غذا رو خوردن و اون شب بدن اینها قوت گرفت. مرحوم مقدس سهمی که از پول برای ایشون بود رو دریافت کردن. اون شب مرحوم مقدس اردبیلی برشون غسل واجب شد به جهت حالا اون گرما و حرارتی که به بدن ایشون برگشت. صبح که رفتن غسل کنن که به نماز شب به اصطلاح برسن قبل از اذان صبح، برای اینکه در رو زودتر باز کنه اون حمامی، همه سهم پول رو از مرحوم مقدس گرفت تا در رو باز کنه و ایشون غسل کنن تا به نماز شب برسن. و ببینید وقتی که یک بزرگی مثل مقدس اردبیلی به هم حجره خودش میگه راز نگهدار، یقینا در این رازداری و این راز نگهداری آثاری هست. این غذا خورده شد، پول هم همون شب مصرف شد، اما آبروی فقر و قناعت لکه‌دار شد. بله ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم،
با پادشه بگوی که روزی مقدر است. چرا اینقدر علمای گذشته سعی داشتن فقرشون رو کتمان کنن؟ من به یقین میگم، چون تجربهش رو داشتم در بین علما که فقر خودشون رو مستور میکردن برای اینکه صاحبان قدرت و مال طمع نکنند در حمایت علما از مکانت اونها. یعنی وقتی که یک عالمی فقیر شد و مضطر شد، صاحبان قدرت و مال طمع میکنند که به اونها مال برسونن، به اونها خدمت مالی کنن و در عوض از اونها چی بخوان؟ حمایت جایگاه اجتماعی اونها رو در مقام قدرت و سلطه و مال. و این چیزی است که برای عالمان خطر بوده و هست و لذا آبروی فقر و قناعت رو حفظ میکردن و با دارندگان مال و قدرت و سلطه زبان حالشون این بوده که روزی مقدر است. با روزی تنگ می ساختند اما خودشون رو در معرض عتبه و درگاه سلاطین و صاحبان قدرت و مال قرار نمی دادند. خدا کنه که ما طلاب و دانشجویان امام صادق هم حرمت سفره امام صادق رو حفظ کنیم و بر درگاه صاحبان مال و قدرت منشینیم و از اونها طلبی نکنیم و دست طلب به درگاه اونها دراز نکنیم و به درگاه مولا و اربابمون حضرت صاحب الزمان همواره وارد بشیم و از اون بزرگوار درخواست مدد و استمداد کنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.